میتونم اصلی‌ترین بخشش رو بگم؟ یه بگو. ناامیدی دانش آموزه. نه اصلا یه چیز دیگه است. نه من به خاطر اتفاقا ناامیدی توهمه، چون اصلا ما چیزی به اسم امید که بعدش بخواد ناامیدی وجود داشته باشه رو نداریم اصلا. من امید ندارم که الان بخوام بخونم نمره‌مو کامل بگیرم، نه بحث نمره رو نکشم وسط، که بخوام اون دیپلممو یا اون لیسانسمو بگیرم که بخوام برم سر کار. من ناامیدی رو 100% قبول میکنم و اتفاقا معتقدم که ناامیدی وجود داره. اصلا من فکر میکنم اول باید بیایم تفاوت بین توهم و تجربه زیست شده رو روشن بکنیم. وقتی یه دانش آموز داره میگه من ناامیدم، این یک خیال پردازی نیست، بلکه نتیجه تجربه لمس روزمره یک سیستم ناکارآمده. این نسل دیده که بعد از 12 سال تحصیلی نه مهارت شغلی مشخصی داره، نه فرصت خلاقیت پیدا میکنه و نه میتونه آیندهشو پیش بینی بکنه. کنکور، رقابت فرسایشی، بی ارتباطی بین کتاب‌های درسی تا واقعیت زندگی، همگی این عناصر این احساس رو شکل میدن. این نسل در واقع داره صادقانه بازتاب واقعیت‌ها رو بیان میکنه. اگر برچسب توهم بزنیم، عملاً چشممون رو روی مشکلات داریم میبندیم. درست‌تر اینه که بپذیریم ناامیدی یک علامت هشدار جدی از درون سیستم آموزش پرورش ماست. علامتی که ما رو باید به فکر اصلاحات جدی بندازه. پس مسئله اصلی این نیست که آیا نوجوان‌ها متوهم هستند یا نه. مسئله اصلی این است که چرا کار به جایی رسیده که امید در بین آنها کمرنگ شده. اگر به دنبال تغییر باشیم، همین یک پرسش کلید راه حل. یه بار دیگه میگم،